نام فیلم پری از پشت کوه قاف نوشته شده است با قلم بهرام سیف‌الدینов و کارگردان هم آن کس هستند و در اونجا من نقشی را میبازم که هم دراموی و هم مسحکوی است. گویا که بهرام جان از روی حیات من نقشی مرا نوشته باشند و در مدت 5-6 سال می شود که بهرام به من هر وقت زنگ میزنند و میگویند که دلبر جان من نو سر میکنیم فیلم رو ثبت کردن سر میکنیم با یگانجا نروید با شما نگویید با من تمام امیدم به شما همین چنان سخنهای میگویند که باور کنید در مدت این 5 سال گویا که این نقش تماما به دل و جان من به وجود من جا گرفته باشد. الکی مغز سرم پر شده است. حالا از هنرم من میتوانم در آنجا یگان چیزی که نادرست پیش بازیده بودم اصلاح کرده برارم به صحنه خوبتر بازم و پیشتر تجربه کم داشتم. پیشتر مثلا من نمیتوانستم از آن وضعیتی که ناگوار باشد در صحنه با آسانی برایم. جوانی خودش خیلی است، جوانی تیز میگذرد میرود و مشکلی ها رو پس سر کردن نه اونقدر آسان میشود.